سلام. من امروز براتون یه داستان خیلی جالب آوردم. یه داستانی که از زبون یه پسر بچه 10 ساله تعریف میشه که سالهای پیش دیوونه‌وار عاشق میشه. عاشق یه دختری که 15 سال از خودش بزرگتر بوده. دختر جوون هر روز میومد خونه پیرزن همسایه و از اون پیانو یاد میگرفته. یه دختر قد بلند لاغر با یه عینک ته استکانی. از قضا زنگ خونه همسایه خراب بود و معشوقه دوران کودکیش هر روز زنگ خونه اینا رو میزد. این پسر 10 سالم هر روز لباس اتو کرده و تمیز میپوشیده و میرفته پایین و در رو براش باز میکرده. دختر جوونم با یه لبخندش میگفته ممنون عزیزم. لعنتی چقدر قشنگ و تو دل برو میگفته عزیزم. یه زن همسایه چند ماهی بود که داشت آهنگ دریاچه قوی چایکوفسکی رو بهش یاد می‌کرد. خوشبختانه انقدر بی‌استعداد بود تا نتونه آهنگ بزنه. به هر حال تمرین‌های متوالی به بی‌استعدادیش چربید و تونست کم کم آهنگ بزنه. اما این بر دیوار حال و روز من چندان تعریفی نداشت، چون میدونستم پیرزن همسایه فقط همین یه آهنگ رو بلده و وقتی که این آهنگ رو تموم کنن درس دادنشون هم تموم میشه و اون دختر برای همیشه میره. برای همین دست به کار شدم و یه روز با سادیسمی تمام یواشکی 10 صفحه از نوت‌های دختر رو کش رفتم و بقیه نوت‌ها رو جابجا کردم و سر جاش گذاشتم. روز بعد و روزهای بعد دختره اومد و شروع کرد به نواختن دریاچه قو. شک ندارم همه قوهای دریاچه به لرزه افتاده بودن و پیرزن از حرص جیغ می‌کشید. حتی روح چایکوفسکی هم داشت می‌لرزید. تنها کسی که این وسط خوشحال بود من بودم. پیرزن چون هوش و حواس درست و حسابی نداشت متوجه نشد. همه چیز خوب. هر روز صدای زنگ در و باز کردن در توسط من و ممنون عزیزم های هر روز معشوقم. همه چیز داشت خوب پیش میرفت تا اینکه یه روز پیرزن مرد. فکر کنم دق کرد. بعد از اون دیگه دختر رو ندیدم تا 20 سال بعد. یه روز فهمیدم توی شهر کنسرت تکنوازی پیانو گذاشته. یه سبد گل گرفتم و رفتم به کنسرتش. دیگه لاغر نبود، عینکی هم نبود. با تسلط کامل همه آهنگا رو نواخت تا رسید به آخرین آهنگ. دیدم همون برگه های نوت تقلبی رو گذاشت روی پیانو. این بار علاوه بر روح چایکوفسکی و پیرزنه تمام تن و بدن خودم هم داشت می‌لرزید. دریاچه قو رو به مضحک‌ترین شکل ممکن اجرا کرد. وقتی تموم شد سالن رفت روی هوا از صدای تشویق‌ها. از جاش بلند شد و تعظیم کرد و اسم آهنگ رو گفت. اما اسم آهنگ دیگه دریاچه قو نبود. اسمش شده بود وقتی که یک پسر بچه عاشق میشه. شما میدونید این داستان از زبون کی تعریف شده؟ اگر دوست داشتید و اگر میدونستید برام توی کامنت بنویسید و اگر از این داستان خوشتون اومد داستان و کانال من رو با دوستانتون